تو تا دیروز را صدا از حجاب بالا میکردی، ولیکن امروز امو سخنان خود را نمیدن اول تو حقیقت بود یا فعلی تو حقیقت هست. امیر خودت بر من توجیه بکن. یدنین علیهن من جلب بهن ذلك ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. بر زنهای امتت خبر بده که بالای سرشان رویمال پرتایند و رویمال ها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن آنها نتابد، بندهای دست آنها، بندهای پای آنها نتابد، تا که آنها در نزد من نجات می‌یابند، تا که آنها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتوانند. دیروز تو حقیقت بود یا امروز؟ ایجاد یگان دروغ همین گپو، جنگی با خدا و جنگی با حجاب و نه، بلکی یگان شما در یگان سخت گپ نرسه. همین قزاق لباسی خچه داره، همین قرغیز لباسی خچه داره، یا بگیم عرب لباسی خچه داره، ترکمن لباسی خچه داره، ما هم لباسی خودمان داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. الآیه. خواهران و برادران ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به امیدی که سرفراز و سربلند و کامیاب و کامگار دنیا و آخرت بوده باشیم، یک مطلبی را بر شما دوستان و عزیزانی که از طریق صفحات مجازی با ما هستید خواستم در جریان بگذارم، به لحاظ از که یک واکنش یکی از علمای سرزمین تاجیکستان در 2-3 روزی بالا شد، در صفحات دست به دست میشه. خواستم یک چیزی گفتنی داشته باشم. اول اینکه آیس محمد میرزای تاجیکی خیلی دوستشان داشتیم، خیلی با محبت، حالا هم دوستشان داریم. به لحاظ از اینکه دعوتگر بودن، خیلی دعوت کردن، خیلی تلاش کردن، خیلی زحمت در راه دین خرج دادن. ولیکن یک چند نکاتی را که در ارتباط بر سخنانی که ما و بعضی از علمای دیگر و دعوتگرانی که در داخل افغانستان و خارج از افغانستان و کشورهای دیگر بودند، حتی بعضی از مجاهدین و ملت غیور با شهامتی که در تاجیکستان صدا بلند کردند، در ارتباط با سخنان از اینها یک چیز توجیهاتی داشتند. میخواستم که یک کمی روشنی در این موضوع بیندازم. اول اینکه یک مصر شعری را اونها میخوانند که من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد. البته اون کمی با متفاوت‌تر میخوانند. من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آن چی کرد با ما آن آشنا کرد. مطلب اصلی حقیقت شعر این طور است: من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد. در اینجا مراد از بیگانه ما و بعضی از دعوتگران یا علمای دیگری که در این سرزمین ها صدا بالا کردن، ما را بیگانه خواندن. اشاره من به 2 نفره. مراد از بیگانش همان 2 به نام مولوی هایی که مردمی تاجیکی ما را به جهاد دعوت دارند، به بی سر سامانی ها دعوت دارند و آشناهامون همین تاجیک هایی که امروز بیرون از تاجیکستان ما زندگی دارند و هر بیگاه به خودشون یک موضوع گذاشتن، یک برنامه ریزی کردن. نام برنامه شون چی؟ دفاع از حجاب زنی تاجیک. اونها را، کسایی که دفاع کردن از حجاب و عزت خواهران و مادرانشون، اونها را آشنا خواندن، از اونها گله کردن. در اینجا اولی که نکته‌ای که در اسلام انما المؤمنون اخوه، اولی که خلاف آیت صحبت کرده جناب مولانای عزیز ما که انما المؤمنون اخوه، تمام مسلمانان هیچ مرزی ندارد. تاجیکستان و افغانستان و قرقیزستان و عربستان و عراق و فلسطین و چچن و ترک و تاجیک، اینها را کی مرز آیا در اسلام است؟ همه مسلمانی که در دنیا زندگی میکنه، همه مسلمان برادر هم دیگر هستند. اول نکته.
و دومی که گله تو تا به دیروز را جناب مولانای عزیز ما خود صدا بالا میکردی. البته نکته ها را به خاطر از اشاره میکنم. خیلی از منافقین، دزدان، دین فروشان و کسانی که البته عالم نبودن، جاهل بودن، کفار، ملحدین، خیلی انتقاد کردن بر بالای ما. این در مقابل هیچ کدامشون ما صدا بالا نکردیم، از هیچ کدامشون سخنانشان رد نکردیم، بل لحاظ از اینکه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما تسلیم گفتیم، هر چیزی که حقیقت بود ما بیان کرده بودیم، ولیکن از آدرس دین که شما صدا بالا کردین مجبوری که ما جواب بدیم. این نقد و انتقاد را کردین، حق داریم که نقد و انتقاد بکنیم. البته تو از اول تا به آخر آیت نخواندیم و با آیات حدیث جواب میدم، با آیات حدیث جواب میدم. درست است که تو تا دیروز را صدا از حجاب بالا میکردی، ولیکن امروز امو سخنان خود را نمیدن اول تو حقیقت بود یا فعلی تو حقیقت هست. امیر خودت بر من توجیه بکن. یدنین علیهن من جلب بهن ذلك ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. بر زنهای امتت خبر بده که بالای سرشان رویمال پرتایند و رویمال ها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن اونها نتابد، بندهای دست اونها، بندهای پای اونها نتابد، تا که اونها در نزد من نجات میابند، تا که اونها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتانند. دیروز تو حقیقت بود یا امروز؟ بی ایجاد یگان دروغ همین گپو، جنگی با خدا و جنگی با حجاب و نه، بلکه یگان شما در یگان سخت گپ نرسه. همین قزاق لباسی خود داره، همین قرغیز لباسی خود داره، یا بگیم عرب لباسی خود داره، ترکمن لباس خود داره، ما هم لباس خودمان داریم. دیروز زن مسلمان هم میگفت بدون برقه، بدون روسری، بدون حجاب و همچنان بدون محرم از خانه بیرون نشو که زناکار حساب میشی، و به همراه عطر و پودر بیرون نشو که زناکار حساب میشی. امروز کدام دین را انتخاب کردی؟ یک بام و دو هوا، یک دین و دو فتوا خوش شده نمیتونه. در یک بام یک هوا است، در یک دین یک فتوا هست. در ارتباط بر کدام مسئله طور مثال اجتهادی نیست که ما بگیم که نه من نظر ما فلان این چیز است، نظر تو فلان چیز. نظر همه یکسان است، نظر همه یک چیز است. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. این مرد مسلمان چشمش پایان بیندازه، زن مسلمان چشمش پایان بیندازه و یحفظن فروجهن، شرمگاهشان حفظ بکنند. همین که ولا تقربوا الزنا، پروردگار ما و شما را که امر میکنه که بر زنا شما نزدیک نشوین، معنای همین چی هست؟ یعنی زنا را انجام ندید؟ نه، هیچ مفسری به این معنا نکرده که یعنی تو از سر زنا برخیز، این معنا را نکرده. به این معنا مقدمات زنا را انجام ندید. مقدمات زنا چی؟ چشم چرانی، بی‌حجابی، بی‌حیایی، مرد نامحرم و زن نامحرم یک جا صحبت کردن، این همه مقدمات زنا هست. و سخن دیگری را که شما جناب مولانای عزیز ما بیان کردین در ارتباط بر جهادی که ما فتوا داده بودیم، جهاد را بی سر و سامانی خواندین. همان دو بنام مولوی هایی که مردمی تاجیکی ما را به جهاد دعوت دارند، به بی سر و سامانی ها دعوت دارند. بی سر و سامانی خواندن جهاد یک فرض الهی. امیر خود توجیه بکو که انسان در دایره اسلام باقی میماند. جهاد را درست است که بگو در تاجیکستان جهاد فرض نیست. امیر انکار کرده میتونه در تاجیکستان جهاد فرض نیست. آیا جهاد برای دفع ظلم است یا نه؟ برای دفع فساد است یا نه؟ برای دفع اینکه کسانی که نظامی که در مقابل حکم الله و رسولش استاد میشه این بغاوت است یا نیست؟ جناب حاجی میرزای عزیز ما، شما جهاد را بی سر و سامانی خواندین. اولی که شما همین سخن را برای ما بگین که در تاجیکستان در مقابل چنین فرمانی که یعنی حجاب را فرهنگ بیگانه خواندن، خلاف فرهنگ و پیشرفت و تمدن لباس ملی خواندن، حجاب زن مسلمان را تمسخر کردن در مقابل حکم الله که وقتی که رئیس جمهورش استاد میشه سر و صدا میکنه، در مقابل چنین انسان آیا جهاد هست و یا نیست؟ شما تمام دخترها را فهمانید، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بیمعرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گورا و گشتگان.
حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. همین که حکم پروردگار امیرالمؤمنین زمان بر تا وقتی که عمل کفری از او صادر شد مخالفت از او جواز داره. این چه قسم یک وقتی که یک انسان ظالم و فاسقی که دور مثال در مقابل حکم الله استاده میشه، حکم الله را تمسخر میکنه، حکم الله را استهزا میکنه، یک انسان فاسق و ظالم و یک انسان بیدین و بیشرفی که در اوجا شما را رئیس جمهور انتخابش کردین، آیا در مقابل از او جهاد فرض نیست؟ بعضا بانوان و مادران سر لباس و پایافزار آنها را نگاه میکنید، عیب است. و شأن و شرف ملت تاجیک این طرز لباس پوشی، بیگانه پرستی، اینقدر تاریخ و مدنیت و فرهنگ ملت تاجیک را زیر پا کردن عیب است، شرم است. من اشاره کردم خداپرستی، خداجویی، قلبت خطی، اعتقاد کن، فرزندان تربیه کن. و دیگر